اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که با کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر می‌رساند، خوردن روزه اجازت است. مثلا در تاجیکستان فتوا دادن که انا روزه هاتون بخورید. برادرای عزیز، این خیلی فتوا هیچ وقت صادر شدگی نیست یا هیچ کس ماه رمضان منکر نشده است، بلکه چیزی که همین صاحبان کتاب گفتن، همون نفرهایی را که همین مردم در نظر دارن، همون سخن اول در همین درون کتاب، همون سخن اول در همین درون کتاب. پادشاه تا کجا را حقوق داره؟ حقوق بشر تا کجا را؟ او در حقوق خدا دخالت حق داره یا نه؟ پیغمبر نداشت. بشر حقوق داره که در قانونی مثلا خدا را پایمال کنه یا که یگان دیگرگون کنه. بشر حق داره؟ نداره حق. عیبی کیه برادرها؟ ما اهل اسلامیم. 90 چند درجه همه تاجیکستان به زبان خود گفته ایستادیم که ما الحمدلله مسلمانیم. بگه که ماشین در کار ما، خونه در کار ما، خب چی زندگی دارید؟ ما مرحمت خودت ارمیه برای خوب میخیز میرم. یکی بگن نماز نخون، روزه نگی، مسجد نره، درس نگو، یا حقوق بشر نیستن. همه چیز ما بگیره برای که نگه همین مردک دروغ میگه یا که درویه، برای همه چیز ما بگیره. من روزی پروا ندارم. یکی در مقابل اسلامم انا همه جا شهادت در همه جا توغری میگیره، نه برای یک کس وظیفه‌اش گرفتن، نه برای یک کس دشمنی شخصی کردن یا نیستن. ما و شما این فکر در وجود انشاءالله نیست، دفعه نمیاریم. ما بدبینیم و به خاطر هایی که دین مونت چی کرده مقابلتی که ایستادن. ما مقابل دین مثلا که چی کرده ایستادن. فرزندام مسجد نره، هر روز در مسجد اکثر وقت خطیبا میگن که فرزندا از راه بیراه شدن، مکتب و مکتب جنگ داره. بعد یه روز نشد آخی جمعه در سرم پیچون خیزم گفتم هموی نصیحت مینی داک جوان چور مصفیده دایجا جوانو رو آخی نصیحت کنید از راهی بد بگردن. یکم درجه در روی دنیا سیاست اسلام است. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ما دام امره فی طبق الاسلام. اطاعت کنه خدا و رسول اول الامرتونه مادامی که امرش طبق اسلام باشه. ای مسلمان، طبق اسلام. وقتی که طبق اسلام نیست امر مومنه کدم اطاعت کنه مشرک میشوه. مشرک میشوه. پیشم خدا را همه میشناختن، مشرکان هم خدا را میشناختن، لیکن اطاعتی مسرخه میشن، سجده میکردن، همو خدایانشون برای مشرک شو میگفتن برادرها.